آره، دوباره شت پستای سیگما به سوشال مدیا برگشتن، ولی با این تفاوت که این دفعه توسط میمرا ترند شدن. قبل از اینکه بریم سراغ این قضیه که میم شیر دقیقاً از کجا اومده، باید بگم این میم مثل سرطان افتاده به جون سوشال مدیا و به طرز مزخرفی داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه. خب شما قطعا این شت پستای روبیکایی که مربوط به صفتای شیر، گرگ یا عقاب میشه رو دیدید. برای مثال این موتیویشن پست که میگه وقتی یه طول سگ برای یه شیر واق میکنه، شیر اهمیتی نمیده و رد میشه، که خب به این معنیه که شما نباید به آدمای رو مخ تو زندگیتون اهمیت بدید. تو پرانتز خود آدمای رو مخ اینجور شت پستا رو پست میکنن. حالا این چه ربطی به میم شیر داره؟ خب همه چی از اونجایی شروع میشه که یه میمر تو ردیت میاد یه همچین پستی میذاره که توش به جای اینکه بگی شیر اهمیتی به طول سگ نمیده، نوشته شیر به هر طول سگی که براش واق کنه میکنه. و دقیقاً درست حد زدی. این شت اینقدر ریپوست و آپفوت میگیره که پاش به این اینستاگرام باز میشه و به صورت مزخرفی تو چند روز کل سطح اینترنت رو میگیره. قضیه به همینجا ختم نمیشه، کار به جایی میرسه که میان حتی گرگ رو هم وارد ماجرا میکنن، فقط با این تفاوت که به جای اینکه گرگ رو خطرناک نشون بدن، اونو روست میکنن. خب حالا میمی که از گرگ ساختن دقیقاً چیه؟ اینه. نوشته وقتی یه حیوان صدا میده، گرگ با صداش میزنه، اما یک شیر به اون حیوان تجاوز میکنه. به هر حال همونطور که میدونید چت پستای سیگما ویوهای وحشتناک بالایی داشتن تو چند سال گذشته و تمام ماجرای این میم به خاطر اینه که میمارا خوب این قضیه رو درک کردن و دارن ازش به بهترین شکل برای جذب ویو استفاده میکنن. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. لایک و ساب یادتون نره عشقای من. بهمون بگید دفعه بعدی میخواید چه میمی رو براتون توضیح بدیم.